مردم دین دوست داره، مردم پابند دین است. خب به شرطی که کسی برش بیان کنه. آل دیگه نقض ایمان توسط چی میشه؟ کدام عمل علمای یهود در پیش گرفته بود؟ تلبیس حق و کتمان حق. تلبیس چی را میگه؟ مختلط ساختن حق امرای باطل، حق امرای باطل یک جا کردن. این برای کی؟ دو قسم مردم بود، یکی عوام یکی نیمچه ملا. برای نیمچه ملاها بگوی تلبیس حق میکرد، حقیقتی باطل یک جای میکرد. خب برای عوام کتمان حق میکردن، هیچ موضوع را بیان نمیکرد. اینمی علمای یهود بود. اما خردا علمای خردشان که می آمد برشان میگفتن که ما خو خبر شدیم که صفت پیغمبر در تورات ذکر شده. باز میگفت سیکو او صفتی که اونجا ذکر شده در مورد پیغمبری است که در فلان منطقه پیدا میشه، این خود این منطقه است. اینطوری میگه. این را میگه حقیقتی باطل یک جا کردن او به عوام ای جا شکارانه میکردن. از یک سوال از شما میکنم، کدام ملا صاحب گفته در سر منبره که صدقه فطر حق مسکین است؟ گفته؟ ها؟ امی قدر گفته که اگر صدقه فطر ندادی روزیتان معلق ده هوا باقی میمانه. خو نمیگه که برای کی بدیم. پیغمبر علیه السلام یک مورد، این زکات واری هم نیست که ده 7 طایفه داده شود. پیغمبر میگه طعمة للمساکین، این خوراک برای کی است؟ مسکین. فقط یک طایفه را ذکر کرده. خو ملا صاحب لیستی دراز جور کرده تمام عمر، برات نگفته که اینی حقیقی است. او وقتی از خودش سوال میکنی بگوی بیلدینگ داره، موتر داره، زمینای خیلی زیاد داره، تجارتش روان است، واجب الحج هست او زکات سرش فرض است، خواست تو صدقه فطرم گرفته رویست، پست قربانی رم جمع کرده رویست. کتمان حق میکنه یا نمیکنه؟ قرآن برای ما میگه اگر علمای ای امت به اینمی قسم مرض مبتلا شد، امت در بدر است و همونطور حالت آمد، یقینا تلبیس حقم میشه و کتمان حقم. تلبیس حق آلی چطور؟ ولا تلبس الحق، شما مختلط نسازی حق. من دیگه وضاحتها را ندادم. امام قرطبی رحمت الله علیه در تفسیر خود به خاطر اجرت گرفتن در مقابل طاعت و عبادت یک واقعی خیلی دور و دراز از ابو حازم آورده. قط سلیمان ابن عبدالملک که پاچا بود. ابو حازم تابعی بود. وقتی در مدینه آمد سلیمان ابن عبدالملک میگه اینجا از تابعی ها کسی باقی مانده آنه؟ گفت ابو حازم است. او را طلب کرد، باز بسیار مکالمه طولانی داره، در آخر پول برش میده لیکن او پول قبول نمیکنه. میگه برای کلگی است؟ این در عوض گپای ما دادی یا برای کلگی است؟ اگر برای کلگی است خب باید به کلگی داده شود. اگر نه که عوض گپای ما که ما برای تو نصیحت کردم دادی، باز آیت قرآن است که ولا تشتروا بیااتی ثمنا قلیلا. صاحب معارف القرآن حنفی هم امیر نقل میکنه برای تایید مسلک خود، مذهب خود، کسایی که در مقابل اینمی طاعتا اجر گرفتن و مزد گرفتن قطعا حرام است. بسیار او خیلی مکالمه طولانی است، بسیار گپای زیبا را ابو حازم رحمت الله علیه برای سلیمان گفته. برای آدم معلوم میشه که او علما چقدر بی‌نیاز بودن، هیچ ترس و هراسی حتی از پاچا نداشتن، حقایق همینطور واضح برشان بیان میکرد. لیکن امروز حالت نیست، الله رحم بکنه. ولا تلبس الحق، شما مختلط نسازی حق بالباطل، امرای باطل بی به معنای معسته، امرای باطل حق مختلط نسازی. چه رقم حق مختلط نسازی؟ شما میفهمید چه رقم مختلط میشه؟ یا شبهه تاویل میکنه یا تاویل میکنه و یا یک شبهه وارد میکنه. تاویل چطور میکنه؟ صفتای الله تبارک و تعالی آمده الرحمن علی العرش استوا، پروردگار بالای عرش برابر شد، همین معنایش است. به مش قسمی که لیاقتشان کیسته؟ الله تبارک و تعالی است. کیفیت به ما معلوم نیست، لیکن یا تاویل میکنه میگه تسلط حاصل کرد بالای چی؟ بالای عرش تسلط حاصل کرد. اینی را مردم میگه تاویل. اینجا حقیقتی باطل چی میکنه؟ یک جا میکنن. نعوذ بالله. چرا قرآن کلش حق است؟ حق همون چیزی را میگه که به دلیل شرعی ثابت باشه، باطل در مقابلش همون را میگه که به دلیل شرعی ثابت نباشه. این را میگه تاویل کردن. ید الله آمده میگه مراد از ید نعمت یا قدرت است، حالان که صفت الله در سلف، صفت الله در سلف در زمان صحابه و تابعین چطور بود؟ امو صفت به الله ثابت میکرد بدون کیفیت. امو رقم که لایق شان کیست؟
ما نمیفهمیم، نه مشابه میسازیم، نه معطل میسازیم، نه تاویل میکنیم. چرا؟ این کارهای معتزله و جهمیه و قدریه فرقه هایی بودن که دمو زمان بود همین کارا را میکرد. سلف این کارا را نمیکرد. امروز هم که کسی خود سلفی میگه، مفهومی از این است که ما دین خدا به مو مفهومی میشناسیم که سلف شناخته. ما دین خدا پیروی به مو طرز و طریقه میکنیم که سلف همو طرز و طریقه را اختیار کرده. از خود در اینجا چیزی را اضافه و زیاد و کم نمیسازیم، از خود تعبیرات نمیکنیم، تفسیرات نمیکنیم. سلف هم میبینیم که نمی دین مفهومش چی رقم گرفته، امو رقم سرش عمل بکنیم. اینی طور مردم از سلفی میگن. سلفی کدام تنظیم نیست. سلفی کسی که عمل به طریق سلف میکنه. ما در مورد صفات الله به طریق سلف قائل هستیم، عقیده داریم. طریق سلف چی است در مورد صفات الله؟ هر صفتی که به الله ثابت است بگوی کیفیتش به ما معلوم نیست، تاویل معمیل دیش نمیکنیم، تشبیه نمیکنیم، تعطیل نمیکنیم، تکییف یعنی کیفیتش بیان نمیکنیم، به الله میسپاریم. امو رقم که لایق شان الله است. اینی سلف اینی رقم عقیده داشتن، ما می رقم عقیده داریم. از او خاطر وقتی الرحمن میگیم علی العرش استوا، الله سر عرش برابر شد، امو رقم که لایق شان کیست؟ الله. کیفیتش بر ما معلوم نیست. همین صفت به الله ثابت است، ید به الله ثابت است، وجه به الله ثابت است، بس دیگه ما ثابت میکنیم، خو کیفیتش نمیفهمیم. اینی را عقیده به مثل عقیده کیست؟ سلف است. از او خاطر تو که عقیده را پیدا کنی، برای تو سلفی گفته میشه. یعنی تو به طرز و طریقه سلف عقیده داری، عمل اگه به طرز و طریقه سلف کردی، از او خاطر تو را سلفی میگه. اینجا بعضی مردم میگیره حق امرای باطل یک جای مختلط میسازه، ایرا میگه تاویل کردن باطل است، نعوذ بالله، که حق و باطل با هم یک جا میشه. گاهی به سبب شبهه می باشه. شبهه زمانی که تو میگی تو مولوی صاحب علی دعا پس از نماز به هیئت اجتماعی چی برات میگه؟ دعا الله نگفته ادعونی استجب لکم، از ما طلب دعا بکنی که ما اجابت بکنم. باز چی میگه؟ علی مولاست، نیمچه مولا برش میگه که اون مولا صاحب واخو میگه که در اینجا پیغمبر نکرده. میگه خب پیغمبر خو نکرده، من نکرده. اینی را میگه شبهه. شبهه را فهمیده؟ این نیمچه مولا را ملاهای بزرگی نمیطور فریب میده. چی برش میگه؟ او خو اعتراض میکنه نیمچه مولا خو یک کمی دلیل یاد داره. برش میگه که این مردم میگه که پیغمبر علیه السلام دعا را نکرده. او مناسب اگر ما بکنیم بدعت میشه. میگه تو از پیشش سوال کو، وی پیغمبر من نکرده؟ من نخواهم نکرده، کی نکرده؟ منم نکرده. خیلی خوب، پس هر عملی که پیغمبر نه کرده و منم نکرده ما باید بخوانیم. ما را من نکرده پیغمبر علیه السلام که شما در جای اتحیات و الحمدلله را نخوانید، من نکرده ما را. خیر ما خوب است الحمدلله را در جای کی بخوانیم؟ اتحیات میخوانیم. من نکرده، خلاص باید بکنیم. عجیب است هر عمل اگر اینطور بگیریم. خیر بدعت چی را میگه؟ سعی کنی ایره شبهه میاره سری از وا و مردمان بیچاره نمیفهمه، بازی نمیره، محکم میگیره. اینی را میگه تلبیس یا گډوډی آوردن حق امرای کی؟ باطل. میلاد چرا؟ میلاد چطور نشوه؟ حالی سیرت رسول الله بیان کردن گناه داره چی؟ ها؟ ایره میگه تلبیس. ایره چی میگه؟ تلبیس میگه حقیقتی باطل گډوډ میسازه. ما خو من نکردیم، ما خو من نکردیم بیان کردن سیرت، ما من کردیم که جشن تو ایجاد میکنی من حیث یک جز دین و نو پیدا کردی، نبود تو پیدا کردی. منظوری مانه به مردم چی میگه؟ به دیگه رقم چی رقم تلبیس میکنه. وقتی که تو منع میکنی که 3-4 جمعه 40 سال پیرگی نیسته، مولا صبر چی میگه؟ او برادر خیرات امی مرده نیست. امی مرده در روز اول مثل که در دریا غرق است، هر طرف دست میپرته، هر طرف دست میپرته. اوی منع میکنه. خود تو خودت بگو، تو که گپ یزی را بشنوی بس دیگه میگی که والا راست میگه، مرده خو وفات کرده، بسیار ضرورت داره. ما خیرات ما نکردیم. خو او به ذهن تو میده که تو را معرفی میکنه که تو خیرات ما نکردی. تو چی کردی؟ حالا که تو بدعت ما نکردی، رسم چی نکرده بودی؟ رواجه. وگرنه تو خو گفته بودی که دمی روز اولم میتونی به مستحق بدی یک چیزه، سری تو منع نیست. خو اینی که میمانی جور میکنی، باز از قبرستان مردم یکیش هم نمیمانی، اینجا خب مکلف پلو برش میدی. ما ایره منع کردیم که در دین نیسته. خو او تلبیس میاره. او چی رقم تلبیس میاره؟
عالمی خیرات بد چیز است یک فقیر که بخوره این بد است. اونجا خود اینالی تو همی قبرش نمیگی که اینجا خود فقیر نمیخوره و ملا صاحب این خود میمانی است اونجا مردم دور داده رو است. اینی را میگه تلبیس. و تکتم الحق اصلش ولا تکتم الحق حق نپوشانه بالای مردم حق میپوشانه نمیکنه بیان نمیکنه عوام بیچاره همی رقم باقی مانده میباشه هیچ موضوع برش معلوم نمیباشه بس دیگه بیچاره اینمی رقم روان است در مسجد میایه میبرایه یک وقت متوجه شوه کدام تبلیغی بیا و قطعی تبلیغی یک 4 دقیقه که بشینه اونجا بازوام برش چی میکنه تسبیحات فاطمه را یاد میده که 33 دفعه سبحان الله بگو 33 دفعه الحمدلله بگو 34 دفعه الله اکبر بگو بازی مردکه ایران میمانه که مولا صاحبی ما چرا برای ما نگفته حالی یک تبلیغی برای یک روز آمده امی تسبیحات برش یاد میده خب مولا صاحب 10 سال اینجا در مسجد امرای امی مقتدی است تسبیحات برش گفته حق پټ کرده و انتم تعلمون شما خب میدانی که چقدر گناه بزرگ است کتمان حق و چقدر سبب بدبختی ها میشه حق پټ کردن کلی بدبختی از حق پټ کردن میشه حالی اگر علمای ما واقعیت بیان کنه به مردم بگویه هیچ نظام وجود نیست قطعا مردم در دورایی واقع نمیشه بالکل صفا سوتره است دین یک دین است هیچ امام خلاف پیغمبر قدم گذاشته نمیتونه باید بگویه هیچ گپ نیست خویا نمیگن کتمان حق سبب بدبختی است الله میگه و انتم تعلمون شما خوب میدانه که کتمان حق چقدر بد است چی معنا کتمان حق که آدم به حالت جهالت هم بکنه گناه است خب لیکن به امرای علم گناهش چی میشه بگو یکی برده اضافه میشه چرا به خاطری که میدانی دوم معنا و انتم تعلمون شما خوب میدانی که این عواقب خیلی زشت داره کسی که حق پنهان میکنه چقدر عذاب داره یک آدم که از عذابم خبر باشه و بازم مو کاری عذاب میکنه این چقدر زشت است و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و ارکعوا مع الراکعین اینالی قرآن یکی از جمله امتیازاتش است وقتی که درد بیان میکنه علاجش هم بیان میکنه هیچ نظام دیگه ای طور نیست قرآن کریم که کدام امر منع میکنه بدیل و عوضش بر تو دست میده خب علما چرا سرچشمه اینمی تلبیس حق و کتمان حق چی بود سرچشمه اینمی که حقایق واضح نمی ساختن چی بود یکی خو نعوذ بالله خود کلان می تراشیدن یک تعداد علمای امام الله دور داشته باشه علمای حقانی را آلی که برش میگی ترجمه به این عوام بکن او عوام کلا نعام از چی سری خود از درد میاری همینطور میگن نمیگه خود کلان می تراشه نعوذ بالله میگه نه یا لیاقت ازیره نداره که من دردی سری به خود دردی سر بدم این مایه تکبر است این مایه چی است تکبر واداشته که تو حق بیان نمی کنی الله برات میگه واقیم الصلاة چی را قایم کنی نماز تکبر از بین میبره چرا وقتی تو استاد میشی اولین کلمه که میگی کدام کلمه است الله اکبر الله بزرگ است خود اعتراف میکنی که بس من بزرگ نیستم من یک انسان عاجز هستم بزرگی از الله تبارک و تعالی است که از هر نگاه بزرگ است من چی بزرگی دارم بزرگی من چیست 3 دقیقه بعد خو سرم میایه در بین همی مجلس خود گرفته نمیتونم در ترجمه سرم خو میایه نمیه خود گرفته نمیتونم عاجز انسان هستم چی بزرگی دارم نماز از انسان تکبر از بین میبره از او خاطر الله تبارک و اقیم الصلاة میگه یکی دوم انسان زمان اینمی بدبختی ها از پیش صادر میشه که رابطش با الله ضعیف شوه وقتی که خشیت الله در قلبش پیدا نشوه نه مسئولیت خود میشناسه و نه خود در برابری مردم چی میدانه مسئول میدانه هیچ حقی مردم سری خود نمیدانه که من مسائل بیان کنم الله علاجش گفت که اگر میخواهی که خشیت الله در قلبتان پیدا شوه رابطتان با الله قوی باشه نماز قائم کنه درست نماز بخوانه به خشوع نماز بخوانه به وقت بخوانه به جماعت بخوانه رعایت تمام سنن و مستحباتش بکنه این اقامت الصلاة میگه دو عامل برای بدبختی علمای یهود بود یکی تکبر دوم مادیات یا دنیا پرستی فکر میکردن اینمی دنیاست و خو حقایق به خاطر بیان نمیکرد که اگر ما بیان کنیم مردم سری پیغمبر ایمان میاره دکانداری ما مکمل فلج میشه اما عزت و آبرو منصب و مرتبه که ما داشتیم او مکمل چی میشه از بین میره کل گیرد پیغمبر جمع میشه ما باز کدام حیثیت
نداریم. از او خاطر نمیگفتن حقایق. به مردم عوام خودم صفاتای پیغمبر علیه السلام که در کتابای خودشان آمده بود هیچ بیان نمیکرد، ایره بیان نمیکرد. مثل که آلی ملا صاحبای ما که مشکات شریف هم میخونه، دمون جایی که حدیث رفع الیدین است را ترک میکنه، امور میگذاره و عوام نمیگه. چرا اگر بگویه خب عوام برش میگه که اینجا خدا حدیث آمد چطور است، امور ترک میکنه. الله تبارک و تعالی رحم بکنه. شما باور بر الله بکنی، عجیب است احادیث پیغمبر جمع شده در کتاب، لیکن آدم مذهبی میخیزه هر حدیثی که موافق مذهب خود است او را میگه، که مخالف مذهب خود است او را چی میکنه؟ ترک میکنه، نمیگه. آیا مصداق آیات قرآن ما نمیشیم؟ حقیقت پنهان میکنیم از مردم؟ نکنیم پنهان. دنیا را اصل هدف جور نکنیم. ما اگر بخوایم که آل محبت دنیا از دست ما از ما بروه، و آتو الزکات، بدهید زکات. باولی دست خود که کار کرده زحمت کشیده، وقتی در نصاب برسه سال مکمل شوه، آلی دیگه تو باید زکات بدی، از 40 روپه 1 روپه را بدی. طلا که در 20 مثقال برسه نصاب پوره است، سال سرش تیر شد. در حساب گرام امروزی ما 85 گرم طلا اگر کسی داشته باشه و سال سرش تیر باشه، خدا کنه پول باشه، پیسه باشه، زیورات باشه، اگر کاسه و اسباب باشه، هر رقم که باشه طلا، نقره اگر در 200 درهم رسید که 495 گرم جور میشه و 52.5 توله میشه، تقریبا قیمتش در امروز در 30,000 افغانی یا زیادتر و کمتر باشه، شما در بازار بی کنید. اگر 1 سال سری نمی نقره تیر شد، بس تو صاحب نصاب هستی، تو باید زکات بدی. از 40 حصه 1 حصه بدی. در هر چیز از 40 حصه، اگر طلاست، اگر نقره است، اگر مالای دیگه است که برای تجارت باشه، زکات فرض است، تو باید بدی. هر چیزی که برای تجارت باشه، برای تجارت باشه زکات داشت نیست. موتری که سرش کار میکنی، اسباب کارخانه داری، مطبعه داری، دکان داری، خانه داری به کرا دادی، دو زکات نیست. دو چیز زکات است که برای تجارت باشه، غیر از طلا و نقره. یکی حیوانات است، نصاب حیوانات به خود معلوم است. 5 شتر و 40 دانه گوسفند و 30 دانه گو اگر کسی داشته باشه، سال سر تیر شوه، اکثر سال در صحرا بچره، دو زکات میشه. هر کدامشان برای خود مقدار داره. مردم ما و شما حالی قدر نداره، لیکن در طلا و نقره و پول و پیسه که داریم، حالی احتیاط در نصاب نقره است. هر کسی که 30,000 افغانی مثلا برابر نصاب نقره پول داشته باشه، زکات دیگه کسی گرفته نمیتونه. خودش هم سرش زکات است، باید سال سرش تیر شده، باید زکات خدا بده. در زکات دادن محبت دنیا از قلب تو دور شد. چرا؟ به اولی دست خود پیدا کرده، آلی به فقیر میدی. تو معلوم شد که دنیا را در دل خود بسته نکرده ای، بلکه حق الله را شناخته ای. این عاملی است که انسان وادار به این میسازه که مادیات پرست نشود. ورکعوا مع الراکعین، رکوع بکنی امرای رکوع کننده. دو ترجمه است. ورکعوا انقیاد بکنی، تابعداری بکنی امرای کسایی که تابعدار است، یعنی نظام الله را مکمل تابعداری بکنی. کسایی که از نظام الله پیروی میکنه، اگر خرد است اگر کلان است، هر امر الله را سری خود عملی میکنه. نمیکنه که یکی را عملی کنه دیگر نه. منافع شخصی خود دیده احکام الله را عملی کنه، اگر منافع شخصی در خطر شد احکام الله را بپوشانه. نعوذ بالله، این کار باید نشود. بلکه مسلم مردم دیگه واره که منقاد و تابعدار الله هست، از احکام الله سمو رقم باید عمل بکنه. دوم ترجمه، ورکعوا، رکوع بکنی، رکوع شرعی. خود خم کردن مثل که ما در نماز رکوع میکنیم، مع الراکعین، امرای کسایی که رکوع میکنه. اینجا مراد از رکوع نماز است. ذکر رکوع را به خاطر کرده که جزء اهم بوده. یا یهود رکوع نمیکردن، لیکن این قول ضعیف است. چرا؟ مریم رضی الله عنها را الله امر به رکوع کرده، معلوم شد که اونجا رکوع موجود بوده. یا است که در اینجا مراد هماهنگ شدن و موافق شدن است. خدا کلان نتراش، خدا برتر معرفی نکو. تو اینجا طبقات پیدا نکو که یکی خیلی بالا دست باشه دیگه پایین دست باشه، یکی قانون الله را عملی کنه دیگهش نکنه. نه، قطعی کلی مردم یکسان موافقه بکن. اگر مردم رکوع میکنه تو رکوع بکن، اگر سجده میکنه تو سجده بکن. اینجا مراد از رکوع شرعی است، باز مراد از پیش نماز جماعت شد. از این خاطر بعضی علما مفسرین از همین آیت استدلال میکنه که نماز جماعت فرض است، و نظر به احادیث قول محقق از علمای محققین هم است که جماعت فرض خارجی است.
اگر کسی بدون عذر در جماعت نمیره، اگرچه نمازش میشه، زمش ساقط میشه از زمش نماز، لیکن برابری ترک یک فرض گناهگار شده. از او خاطر بی عذر نماز بی جماعت خواندن، انسان مرتکب مثل که یک فرض ترک کرده، امو قدر گناهگار میشی. چرا؟ احادیث خیلی قوی در مورد این موضوع آمده. پیغمبر میگه دلم میخواه که کسی را بگم که جماعت قائم کنه و ما برم یک چند جوان گرفته، کسی که در نماز حاضر نشده خانه شانه سرشان بسوزانم. سوختاندن خانه در امری فرض میشه، در امری سنت، در امری فرض میشه، امری که خیلی اهمیت داره میشه، نه که بی اهمیت باشه. از همون خاطر علمای محققین میگه جماعت فرض است. خب فرض خارجی است. فرضات دو قسم است، یکی فرض داخلی است که به ترکش نماز از سر نمیشه، یکی فرض خارجی است که به ترکش نماز میشه اما انسان گناهگار میشه مثل که یک فرض ترک کرده. چقدر خوب است در نماز شریک شو، امرای مردم یکسان، یک طبقه جور که خدا، طبقات عالی خدا نتراش. اگر ما امی مفکوره را پیدا بکنیم، نماز چقدر درسای عظیم بر ما میده. در یک صف، در یک خط استاد میشیم، پیروی از یک امام میکنیم. در اینجا بگوی نظام طبقاتی وجود نداره، پاچا و یک آدم دیقان در یک صف نماز استاد میشه، کلش بندگی کی را میکنه؟ الله متعال میکنه. نماز ما چی تعلیمات میده؟ روزمره بر ما نماز بر ما درس وحدت میده، نماز بر ما درس مساوات میده، نماز بر ما بگوی چی درس میده؟ که ما محتاج کیستیم؟ یک الله هستیم. نماز بر ما میگه که ما همیشه پابند و زیر فرمان یک پاچا باید باشیم، یک امیر باید باشیم. ما تفرقه و رفاق باید نداشته باشیم. در یک روز و شب 5 مرتبه ما و شما این درس ها را میگیریم، لیکن درس میگیریم؟ نه. نماز است میایم الله اکبر استاد میشیم، نه مفهومش میدانیم، نه هدفشه که نماز چی هدف داره که اینجا ما آمدیم. هر رقم که برابر شد، در هر لباسی که برابر شد، مستری ما قطمو کالای چی هسته؟ چی آلوده خود قطی چی میگه مبلین و قطی تیل قطی دیگهش مبلین سوخته میاد فرش مسجد استاد میشه. قسم برش بده تو را بالله قسم در خانه در میمون خانه داخل میشی؟ ها با می کالا در سری توشکت میشینی؟ مسجد الله قدر بری تو چی معلوم شد؟ نه کالای تا تبدیل کده مسجد الله بیا. یک تعداد مردم پای پوش پای میکنه، نعوذ بالله بوتاره بازو خوب عرق قدم میباشه، میایه زمانی که در مسجد نماز میخونه امو بوی پایش دمو حتی در فرش باقی میمانه. نظافت جزی چی است؟ ایمان است. در اسلام نظافت آنقدر مهم است که پرسان نکن. یکی از انتقادات زیاد سری لنگی، یک تعداد مردمی ما لنگی را عنعنهش است و سنت نمیفهمه که سنت چی است. یک عنعنه است، قومی است. طرف هلمند و خندهار لنگی چیست؟ بگه مثل فرض وارسته. خود چی رقم میپوشه خبر داره؟ اگر در موتر باشه امی لنگی را یک دفعه بالا کنه، کس مرد نیست که در موتر حالی گیر کنه. برادر دینی طور نیست. دین نظافت امر کرده. در هر معامله ما باید هر چیز رعایت بکنیم. دین ما دینی نظافت است. ما دینی خود به مردم دیگه چی رقم معرفی کردیم؟ هر کس که در نجاست زندگی میکنه ملنگ است، او قابل قدر است، او را در الله پیش میدانیم. این غلط نظریه است، این گپ غلط است. کسی که اوامر الله را عملی نمیکنه چطور به الله نزدیک میشه؟ عجیب گپ است. ورکعوا مع الراکعین، امرای رکوع کننده رکوع بکنیم. اتامرون الناس بالبر، خطاب متوجه علما. اتامرون الناس، در بین یهود بعضی علما بودن اقاربشان ایمان آورده بودن بالای پیغمبر علیه السلام، وقتی که می آمدن چون علما بودن برشان می گفتن که ما خو ایمان آوردیم بالای این پیغمبر جدید، می گفتن بسیار خوب کار کردید، یقینا حق گپ است. باز می وقتی پرسان میکردن که شما خیر خودتون چرا؟ میگه والا از ما نمیشه، ما گیر آمدیم. بعضی علما عالی همینطور است، شما را چی میگه؟ میگه والا بسیار حق گپ است که شما میکنه. خب که شما از پیش سوال میکنی تو مولویه ها؟ والا ما نمیشه، مردم است، کل مذهبی است، حالی ما نمیتونیم. نکو الله بری تو میگه ای مولویه، ای مولویه بری تو میگه اتامرون الناس، یا شما امر میکنید به مردم بالبر، بنیکی، آن چیزی که موافق قرآن و حدیث است شما امر میکنید. و تنسون انفسکم، فراموش کرده نفسای خودتانه. و انتم تتلون الکتاب، در حالی که شما کتاب میخوانید که حق کدام است. بسیار سخت آیت است. هر عالمی که آیت قرآن میخونه بعد یک دفعه
متوجه شو که آیت مصداقش کی میگرده. خدا فراموش کردیم اگر یک راه حق است بعد اول ما برم، پیشتاز ما باشم. هر کس تلاش داره که در فایده اول خدا پیش کنه یا دیگه کسا خدا بعد پیش کنه. وقتی که راه حق است خدا پیش کن او بعد از کتابم خوانده ای که امی طور است.